شما دانشجویان عزیز دانشگاه مجازی ویند و بینندگان محترم، قسمت 11 از سلسله درس‌های مربوط به اینستالیشن رو در خدمتون هستیم. در آخرین جلسه 10 یاد گرفتیم که چگونه در واقع در سیستم آبرسانی بتونیم یک مسیری رو سایزگذاری بکنیم. از فصل 20 جدول نشنال پلامبینگ کد هندبوک استفاده کردیم و از جدول‌ها و نمودارهایی که توی اون کتاب بود تونستیم در واقع یک سمپل یا یک نمونه رو در واقع سایزگذاری کنیم. ما حدود 9 قسمت 10 قسمت در مورد واتر سپلای صحبت کردیم. البته هنوز مبحث ما ادامه داره، چون باید مباحث مربوط به محاسبات مخازن آب، محاسبات پمپ ها رو در واقع بگیم که در سطوح کلی قرار میگیرن. ما مبحث در واقع سوریج یا فاضلاب رو شروع میکنیم. چند قسمت در مورد سیستم فاضلاب و چگونه دیزاین کردن اون، چگونه محاسبات کردنش رو صحبت میکنیم و بعد در مسائل کلی میپردازیم به محاسبات مربوط به مخازن و پمپ ها. خب امروز ما در واقع سیستم سوریج رو شروع میکنیم یا درینیج. معمولا سیستم درینیج شامل 4 تا لوله است. 1 سویل پایپ، که بهش میگیم لوله فاضلاب سنگین. 2 ویست پایپ که بهش میگیم لوله فاضلاب سبک. 3 ونت پایپ که بهش میگیم لوله ونت، تخلیه هوا. حالا اگر بخوایم فارسی ترش رو بگیم میگیم تخلیه هوا، ولی در فارسی مرسوم هست ونت. 4 رین واتر پایپ که لوله آب باران. آب بارانی که روی تراس ها یا روی پشت بوم جمع میشه، در واقع ما این رو جمع و بریش میکنیم. در ایران ما سویل پایپ و ویست پایپ نداریم. معمولا یه لوله فاضلاب داریم، فقط یه لوله داریم که تمام لوله های فاضلاب سنگین و سبک بهش وصل میشه. ولی در بسیاری از کشورها فاضلاب سنگین که الان در موردش صحبت میکنیم، ما به چه چیزهایی میگیم فاضلاب سنگین، رو از فاضلاب سبک جدا میکنن. خب بعد اینکه این ترتیب بندی رو در واقع متوجه شدیم، ما میایم در واقع سانیتری ها یا وسایل بهداشتی رو توضیح میدیم که هر کدومش نیاز به چه لوله‌ای دارن
این نقطه اتصالشون باید در کجا باشه. خب من در نظر میگیرم یک دونه توالت فرنگی رو که ما بهش میگیم در واقع تویلت یا توالت. درینیجش در یعنی نقطه اتصالش در این قسمت پایین هست. نقطه اتصال درینیجش اینجاست. فاصله این نقطه تا دیوار به نوع توالتی که استفاده میکنن یا خریداری میشه یا کلاینت سفارششو میده فرق میکنه. میتونه فاصلش تا دیوار 20 سانت باشه، میتونه فاصلش تا دیوار 25 سانت باشه، 30 سانت باشه، 35 سانت باشه، 40 سانت باشه. بنابراین وقتی ما میخوایم در واقع نقاط رو جایگزین بکنیم در دیزاین خیلی مهم نیست، ولی در اجرا بایستی بدونیم که در واقع چه سانیتری و چه وسیله بهداشتی قرار هست خریداری بشه و مدل اون رو بدونیم که در واقع بدونیم دقیقاً در کجاست. بعضی حتی توالت ها هستن، توالت فرنگی ها هستن که به دیوار نصب میشن. اصلا نقطه درینیجشون اینجا نیست، نقطه درینیجشون روی دیوار هست، ولی ما به طور معمول این رو در اینجا دیزاین میکنیم. توالت اهم از این که توالت ایرانی باشه یا توالت شرقی باشه یا توالت غربی، ما در واقع نوع فاضلابش فاضلاب سویل پایپ هست، از نوع فاضلاب سنگینه. آیتم دومی که بررسی میکنیم واش بیسین هست. واش بیسین یا روشویی، این فاضلابش توی دیوار هست. اگه فرض کنید که این نصب به دیوار باشه، نقطه فاضلابش در داخل دیوار هست. خب این از نوع فاضلاب سبک یا ویست پایپ هست. فاضلاب سبک. آیتم بعدی بستاپ هست. یا وان حموم که این نقطهش اینجاست. نقطهش در خارجه و ویست پایپ هم هست. فاضلاب سبک. آیتم بعدی بی دست. که این فاضلابش در این نقطه است. بیده ویست پایپ هست. یا فاضلاب سبک. آیتم بعدی سینک.
کیچن سینک یا سینک آشپزخانه. خب سینک آشپزخانه یا کیچن سینک که اگر این دیوار باشه در وسط اینا قرار داره. این هم ویست پایپ داره. در طراحی بسیار مهم هست که اول از همه نقاط مربوط به لوله فاضلاب گذاشته بشه، برای اینکه اینها بایستی به همدیگه ارتباط پیدا